به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره تا بره خریدن همه شک در مقطع بعد از بهمن ما صحبت این شد که آقا باید ما دوباره بریم سراغ پیجر. خب بررسی کردن دیدن 1000 تا پیجر از قبل بوده، گفتن اون قدیمی ها رو فعال کنید ولی 3-4 هزار تا پیجر جدید نیاز هست. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن که آقا ما که حزب الله نمیتونه بره تا بره خریدن همه شک میکنن. شرکت هم رفته بود با یک برند معروف مثلا تایوانی که قبلا پیجر تولید میکرد که آقا ما 3-4 هزار تا 5 هزار تا پیجر میخوایم. خب این پیجرها تهیه شد دادن به این شرکت ایرانی. شرکت ایرانی هم در اختیار حزب الله گذاشت. اینجا یه اشکالی پیش اومد که آقا اینا باید چک میشد از نظر حفاظتی. حالا هیچ کس به ذهنش نمیرسید که پیجر تبدیل به یک بمب بشه، ولی حداقل از این باب که ممکنه میکروفونی توش باشه، نه همینطوری در اختیار بردار گذاشته شد. اونا هم در به کارگیری کردن. خوشبختانه از اون 5000 تا 2000 تاش هنوز توزیع نشده بود، 3000 تاش توزیع شده بود و بعد ما دیدیم در یک لحظه اینا همه منفجر شد. یکی از کارشناسان در برنامه اینک مقاومت شبکه خبر اظهاراتی رو درباره حادثه انفجار پیجرها در لبنان داشتند که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته این اظهارات قابل تایید نیست.